واجب خانده ما حرف از مردانگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردانگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده با نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم و خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جا بجا کنه. وقتی زجرش میدادم میره فرق میخورده عربده میکشید دیوارا تکون میخوردن هرچی نامرد رو دینه اون موش تو صورت رابا قایم میشدن چی شد؟ رفت سیارتو گذاشت کنار مثل یه مرد شروع که کاسبه کردن و پول حلال خوردن. اما من گذاشتم این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خانده ای نزنی بیزننه. حالا دست فرمان کجاست؟ اون فاتی که تو این دنیا آزارش به یه مورچم نرسیده بود کجاست؟ همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمیشون